بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوع امروزه ما احکام میم ساکن. ما با شما در درس‌های قبلی احکام نون ساکن و تنوین را گذاشتیم و امروز می‌گذریم به احکام میم ساکن. میم ساکن سه قاعده دارد. یکم ادغام شفوی، دوم اخفاء شفوی، سوم اظهار شفوی. ایضاح: سبب شفوی نامگذاری کردن این قاعده در آن است که مخرج حرف میم از شفتین یعنی بین لب‌ها می باشد. ادغام شفوی: ادغام در لغت در آوردن یک چیز به چیز دیگری را گویند. در اصطلاح علم تجوید ادغام شفوی این در آوردن حرف میم ساکن به حرف میم بعدی را گویند که با غنه خوانده می شود. حرف ادغام شفوی: ادغام شفوی یک حرف دارد و آن حرف میم می باشد. تعریف ادغام شفوی: اگر بعد از حرف میم ساکن حرف میم با حرکت‌های فتحه، کسره و ضمه آید، میم اول را به میم دوم در آورده با غنه خوانده می شود. مثال ها: ببینید دوستان، بعد از حرف میم ساکن که به حرکت است میم دیگر آمد که حرکت دارد. در چنین حالت ما میم یکم را به میم دوم در آورده می خوانیم. مثال: و آمنهم من خوف. مثال دوم: علیهم مؤصده. و مثال سیوم: ولکم ما کسبتم. علامت های قرآنی ادغام شفوی اینها می باشند. یکم، حرف میم اول ساکنش ظاهر نیست. حرف میم دوم باشد تشدید دارد. سپارش: قاعده های ادغام شفوی را در آیت های زیر یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اکنون قاعده ادغام شفوی را می‌یابیم. ببینید دوستان، ربکم من، در اینجا بعد از حرف میم ساکن میم دیگر آمد. در اینجا قاعده ادغام است و علامت قرآنیش این است که میم یکم ساکنش ظاهر نیست و میم دوم با تشدید آمده است. به این سبب در آورده میخوانیم ولکم من رحمته. دوامش لکم من. اینجا نیز بعد از میم ساکن میمی با حرکت آمد و میم یکم را به میم دوم در آورده میخوانیم و علامت قرآنیش میم یکم ساکنش ظاهر نیست و میم دوم با تشدید آمده است. دوامش لکم من امرکم مرفقا. اینجا نیز بین کم مرفقا نیز ادغام شفوی است. بعد از میم ساکن میمی با حرکت آمد و علامت قرآنیش میم یکم ساکنش ظاهر نیست و میم دوم با تشدید آمد. میگذاریم به قاعده دوم، اخفاء شفوی. اخفاء در لغت به معنای پنهان و پوشیده می آید. در اصطلاح علم تجوید اخفاء شفوی این پنهان و پوشیده و با غنه خواندن حرف میم می باشد. حرف اخفاء شفوی: اخفاء شفوی یک حرف دارد و این حرف ب می باشد. تعریف اخفاء شفوی: اگر بعد از حرف میم ساکن حرف ب با حرکت های فتحه، کسره و ضمه آید، حرف میم پوشیده و با غنه خوانده می شود. در اینجا ببینید زیرنویس را می خوانیم. در وقتی تلفظ این قاعده لبها به یکدیگر می رسند ولی سخت پخش کرده نمی شوند. مثال ها را می خوانیم.
ترمیهم بحجاره. ببینید دوستان، بعد از حرف میم ساکن حرفی با آمد، حرف میم رو پوشیده و با غنه میخونیم. لبها در این حالت به یکدیگر میرسند و سخت پخش کرده نمیشوند. ترمیهم بحجاره. مثال دوم، یوم هم بارزون. مثال سیوم، فینبئهم بما عملوا. علامت های قرآنی اخفای شفوی اینها می باشند. یکم، حرف میم ساکنش ظاهر نیست. دوم، حرف بعدی به تشدید آمده است، یعنی حرف با به تشدید آمده است. سپارش: قاعده های اخفای شفوی را در آیت های زیر یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ببینید دوستان، قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اینجا قاعده اخفای شفوی است. بعد از میم ساکن حرفی با آمد و علامت قرآنیش میم ساکنش ظاهر نیست و حرفی با به تشدید است. میم را داشته میخونیم. انبئهم باسمائهم. اینجا نیز دوستان قاعده اخفای شفوی است. انبأهم باسمائهم. بعد از میم ساکن حرفی با آمد و علامت قرآنیش حرفی میم ساکنش ظاهر نیست و حرفی با به تشدید است. دوامش موضوع سیوم، اظهار در لغت به معنای رفشن و آشکار می آید. در اصطلاح علم تجوید اظهار شفوی رفشن و آشکار خواندن حرف میم می باشد. حرفهای اظهار شفوی: اظهار شفوی دارای 26 حرف باقی مانده الفبای عربی می باشد، یعنی بغیر از حرف میم و حرف با که این دو حرفهای ادغام شفوی و اخفای شفوی هستند. دوستان عزیز، خیلی آسان است. اول اینکه یکم ما حرف ادغام شفوی را که حرف میم است آن را در یاد می داریم. دوم حرف اخفای شفوی که حرف با است آن را در یاد می داریم و همه باقی مانده 26 حرفهای اظهار شفوی می باشند. تعریف اظهار شفوی: اگر بعد از میم ساکن یکی از 26 حرف باقی مانده الفبای عربی آید، حرف میم رفشن و آشکار خوانده می شود. مثال ها برای اظهار شفوی در دو کلمه: علیکم انفسکم. ببینید دوستان، بعد از میم ساکن همزه آمد، میم را آشکار و رفشن خواندیم. علیکم انفسکم. و مثال ها برای اظهار شفوی در یک کلمه: الظمآن. مثال دوم: الم تر کیف. ببینید بعد از حرف میم ساکن حرف تا آمد که حرف اظهار شفوی است. میم را روشن میخونیم. الم تر کیف انعمت. در اینجا نیز بعد از حرف میم ساکن حرف تا آمد، ما حرف میم را آشکار و روشن خواندیم. انعمت. مثال سیوم: مرجعکم ثم امثالکم. خلاصه دوستان عزیز، اگر بعد از حرف میم ساکن این 28 حرف آید، میم رفشن و آشکار خوانده می شود. علامت قرآنی اظهار شفوی این می باشد: حرف میم ساکنش ظاهر است. تمام یک علامت. اگر حرف میم ساکنش ظاهر باشد دوستان، حرف میم را رفشن و آشکار می خوانیم. سپارش: قاعده های اظهار شفوی را در آیت های زیر یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسی. ببینید دوستان، در اینجا بعد از حرف میم ساکن حرف یا آمد، قاعده اظهار است.
علامت قرآنیش در بالای حرف میم ساکن ظاهر است. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم. دوامش رو میبینیم. در اینجا نیز قاعده اظهار هست و انتم تنظرون. اینجا نیز ببینید دوستان، بعد از حرف میم ساکن حرف تا آمد و علامت قرآنیش در بالای میم ساکن ظاهر است. و انتم تنظرون. سوال ها برای سنجش. یکم، میم ساکن چند قاعده دارد؟ دوم، حرف ادغام شفوی کدام است و در کدام حالت ادغام می شود؟ سیوم، علامت های قرآنی ادغام شفوی کدام هایند؟ چهارم، اخفای شفوی را شرح دهید و حرف آن کدام است؟ پنجم، علامت های قرآنی اخفای شفوی کدام هایند؟ ششم، اظهار شفوی را شرح دهید و حرف های آن کدام هایند؟ هفتم، علامت های قرآنی اظهار شفوی کدام هایند؟ وظیفه خانگی: سوره فیل را در دفتر نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری کنید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.